بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا به مناسبت فرارسیدنی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم، استاد مهربان و این دختر مهربانه تبریک و مبارکباد میگیم. چقدر که بزرگان دعا کردن عزیزان من، ما هم دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما و آن محبتی که پیدا کرده بودی بین آدم و حوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین آدم و حوا. و در آینده به این دو نوجوان فرزندهای صالح و صالحه مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی، و این دخترهای صالحه مثل فاطمه و مثل بی بسارا و یعنی بی مریم و پروردگارا خداوندا بین آنها پیدا نمایی. و چون این روز خرسندی و شادی را به کل خاندان ما الها نصیب بداری. بار دیگر توی برای هر یکی ما و شما الها مبارک باشد. عزیزانی من، یک چند صحبت درباره داماد و عروس میکنیم. عزیزانی من، چقدر که انشاءالله پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم توصیه دادن که الله سبحانه و تعالی در چندین آیات های مبارکه برای انشاءالله زندگی خوب کردنی ما و شما، زندگی زیبا کردنی ما و شما، حتی الله مهربان برای ما و شما علاهده یک سوره بقره، سوره نساء که کاملتا درباره عائله داری است ما و شما، یعنی توصیه ها دادگی است که باید ما طبق انشاءالله قرآن کریم و طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشرهن بالمعروف. یعنی شما بیان همسرات و زندگی کنه، زندگی خوب، زندگی شیرین، زندگی زیبا را الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توصیه میدهد. حتی پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بینین چقدر که انشاءالله با همسراشو عایشه صدیقه زندگی انشاءالله خوب کردن و توصیه ها میدید برای ما شما. امروز من در این خداخواد محفل، یعنی 4 زنی که پیغمبر بزرگوار گفتن بهترین زنها در دنیا است، در تمام روی دنیا 4 زن بهترین زن است عزیزانی من. یکیش الحمدلله بی مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام. یکی دیگرش انشاءالله خدیجه رضی الله تعالی عنه که اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی دیگرش که دشمنی خدا فرعون ملعون همسرش آسیا که زنی بهترین روی دنیا شدن عزیزان من. و 4مین زنی بهترین روی دنیا این چی است؟ فاطمه الزهرا، دختر نازنینی پیغمبری بزرگوار بشیر و چراغ تابان محمد صلی الله علیه و سلم است. در این محفل صحبت ما یعنی درباره یعنی فاطمه که با همسرشو علی زندگی خوب کردن کمتر انشاءالله خداخواد صحبت میکنیم. اولا من تو این خداخواد 2 شخص بزرگ
هرچند انشاءالله خدا قد در اسلام خدمت کردن که علی رضی الله تعالی عنه به نام اسدالله خدا خواهد در جهان مشهور شدگی است. شیر خدا و همسرش پیغمبر نازنین دختری بهترینش محمد صلی الله علیه و سلم است. عزیزان من این ولیمه هایی که ما شما امروز میکنیم اسلام این توی ولیمه میگن، یعنی توی همین ولیمه باید چخیل باشد طبق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما دعوا میکنیم که ما کی هستیم؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. باید که ما مسلمان ها چی مردوزن طبق سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی کنیم. علی کرم الله وجهه 25 ساله بودن، به یک روایت 24 ساله بودن. حضرت فاطمه رضی الله تعالی این دختری کوچک، دختری میدترینی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله یعنی 7 فرزند دارن، 4 دختر و 3 پسر. همه بچه هاشو خدا خواهد دختراشو تا فاطمه در حیات بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را ترک کردند. و یگانه آخرین دختر که نوری چشمای محمدی صلی الله علیه و سلم بود، یعنی بعد 6 ماهی رسول الله وفات کردن، فاطمه رضی الله تعالی این دنیا را ترک کردن. و بسیار فاطمه را دوست می داشتن. وقتی که فاطمه 18 ساله شد عزیزان من، چندین خوازه ها تشریف آوردگن، حتی اینکه ابوبکر صدیق تشریف آورد. ابوبکر آدم موند، خواستگاری موند برای دختری رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله راضی نشدند. عمر تشریف آورد، گفت وکیلا را گفت روین محمد و گین دخترش به من بتید. راضی نشد. آخر در محله مشموش شد که آیا فاطمه رسول الله به کی می داده باشد. همه گمان کردن که علی میتید. میگد وقتی که همون آدم آمدن پیش حضرت علی گفتن یا علی برای چی تو خاموش هستی؟ آخر نمیره خانه محمد علیه السلام فاطمه را خواستگاری کنی؟ ببین وقتی که انشاءالله خدا خواهد حضرت علی خودش اومدن، میگد خانه رسول الله دور مدن، شیشتن، از خجالت ناموس میکردن و آخر عاقبت کفیدن. گفتن محمد میدانی من برای چی اومدم؟ من برای فاطمه خودم خواستگاری اومدم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با شنیدن سخن میگد مبارک باشد، صفا باد. گفت میگن دیگر گپ نزدن. حضرت علی خواستن بور مدن و آدمایی که این وسوسه را می انداختن دیدن، گفتن چی شد؟ محمد گفت که میگد مبارک باشد و صفا باد به خانه ما. گفت شد راضی است. میگد یک روز میگد رسول الله قطعی صحابه اشتگی بود. حضرت علی میگد با آواز میگد بلندتر گفت من همه دختری محمد میگرفتگی هستم، لیکن هیچی ندارم، پول ندارم که یگان یعنی چی مهرش بتیم. عزیزان من همین مهر دادن انشاءالله یعنی واجب است. میگد رسول الله شین گفت علی گفت اینجا بیا. گفت نازش دعوتش کرد، گفت میدانی علی گفت من یک لباس جنگی برای تو پدرکه کردم، همون لباس بیار نزد من. گفت وقتی که همون لباس آوردن میگد لباس حضرت عثمان رضی الله تعالی بها کرد و 470 درهم حضرت عثمان خریدش. وقتی که همون لباس خرید میگد همون لباس میگد پولش آورد و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. گفت من پیغمبر گفت پول. رسول الله پول گرفتن میگد نیست که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دادن. گفتن برو بچم یک چند خوش بیای عطر خر. گفت مثل ما شما سروان کریسلا گرمانسکی راسیسکی پرتغالسکی نه. گفت فقط عطر خر. یک قسمی پول میگه گرفتند، همسرشو میگد دادن، یک همسرشون دادن. گفتن همسر جان تو، گفتن یک چند سر و لباس خر برای گفتن فاطمه توی میکنیم. ببینید عزیزان من لباس سرپای فاطمه را میگم، اگر تو طبق سنت رسول الله توی کنی. یک میگد پوستک بود، یک پوستک، همون پوستک ببینیم فاطمه 3 کار نکارش میفهمید.
همون پوستک مگه اگر هوا گرم میشید در تشو مینداختنش؟ هوا خنک میشید در بالاش میگرفتنش؟ وقتی که اگر شترا را انتشان بالای همون پوستک نعم میدادن. بینید یک میگد سنگ آز، یعنی سنگ دستیش دادن، چون که در اونجا خیلی زواد و خیلی آسیابان نبود که آرد کنن. فاطمه رضی الله تعالی با دست مبارکش یعنی گندم آرد میکرد. میگد دو تا میگد فقیرچه بود، یک تا فقیرچهش دادن برای چای کردن و چای خودن و دو قابچه خالی بود. تمام به همین میگد فاطمه رضی الله تعالی عنها توی شد. بردن میگن سپاریدنش. پگه میگد بعد نماز بامداد حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگد آمد خانه علی برای زیارت دخترش آمد. دروازه را تخته کرد، میگد داخل شد. یگانه محمد نصیحتی که به علی فاطمه کرد، علی میگد فاطمه در طرف راست شنوند، علی در طرف چپ شنوند و میگد چیکار کرد؟ نصیحت شو کرد. نه خیرچه بود نه خداکر یگان چیز دیگر بود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فقط گفت بچه هم گفت علی گفت میدانی وظیفه تو چی است؟ وظیفه تو از بیرون تامین کردن خاندان است. تو گفت بچه هم برمده کار میکنی، نفقه میابی و همسرت میخورانی. فاطمه گفت دخترم تو میدانی وظیفه چی است؟ وظیفه تو اداره کردن کارهای خانه است. همین خانه نگفت اداره میکنی، فرزند انشاءالله به دنیا میاری، زندگی انشاءالله خدا خواهد خوب، شوهرت حرمت میکنی، عزت میکنی انشاءالله خدا خواهد. گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر، نشینند در خانه و زاین شعرانی نر. وظیفه زن همین است عزیزی من، در خانه میشیند شعر بچه های نر تولد میکند و دخترای خوب به دنیا میارد و برای تربیت کردن همون دختر و بچه ها کفایه میکند. باور میکنی بچت به دنیا میآید چقدر عذاب است؟ 2.5 سال شیرش میتید، 2.5 سال اگر بندید باشد شب و روز گریه میکند. با شب و روز بیچاره مادر در یک شب 10 بار بالای گهواره میخیزد. همین کار بس نیست که باید براید و مردی کاری کند، براید با سازی چینی برود، براید با خدا خواهد کوچه با کوچه پول کاود. این شرمندگی نیست برای مردک. همون بچت خودش بس است. همون انشاءالله تربیه بچت خودش کبوندن بچه رو تو شب بیدار خوابیاش برای خدا خواهد او زن مصیبت است خودش. پیش ما کودکا را میارند، داملا جان میگد دهنش کشادگی است خلاص، فقط میگد خیلی بندیتا 4 تا تولد کند خدا خواهد پیر میشد و زنک. کاش که خدا خواهد به یک بطارت بسم الله باشی و خدا خواهد روز تا بگه خوره. همین خودش کار است برای زن. با حاجت نیست برمونه کوچه با کوچه مردی کاری کند. ای بس مردک باشی زن تا پوستگی. مردک انشاءالله خدا خواهد باری آیله را کشیدیم زن تا بپا. دمک تا کتا ایستاد پرتات مردک نیستی اگر زن یک زن تا پایسته نتونی. یک پدر مادر خدا خواهد یک بریده نان داده نتونی. این مصیبت است. خدا در سر تاکی داری. گلستو که زده گشته کوچه با کوچه اکنگ شیف گفته اگه شیف باشی آیلت تیج کن. امروز چند زن ها سیدای من میدوید، من اینقدر عصبی شدم در کجا هست. یک زن میگه شوهر دیگر زن گرفته است این مردک، عموما 4 بچهش که تی زن پرت افته است. بیچاره زن برمده میگه مردی کاری دارم داملا جان. نامرد گفته است که من با تو را نظر ببینم 4 بچه با دنیا آورده است. مرد همین خیلی مرد. حالی پیش الله نم جواب میتیالی، حالی پیش خدا نم انشاءالله خدا خواهد 4 حقی که در بالات است هوشیار شو. خوراندن زن در گردن تو است. پیغمبر گفتن که اگر خوری بخورونش، ششلی خوری ششلیکش بیار، آش خوری آشش بیار، گوش خوری در بازار گوشتش بیار. چه لباسی که میپوشی میگه در گردن فرض است زن تن پوشانی. خود $100 تیپن میپوشی، $100 خدا خواهد لباس میپوشی، زنی بیچارت پایلیز گشته است بی ناموس. این حق است.
حتی میگد ولا تحقیرو، زن تا میگد حقارت نکن. زنها 3 چیز آرزو میکردن، 3 چیز از شوهرش گپی خوب شنیدنه. آرزو میکردن که کاش که مردک جانم ای کوچه بیایه و مرمت خرمت گوه. آرزو کردم اشته در خونه بیچاره. تو میای چیکار میکنی خدا خواهد انشاءالله؟ وقتی مرد جوان نیست است، من زن میگه که شوهرم نماز میخوند، مسجد شما میرود، جمعه شما در موعظه گوش میکند، نه که از دهنش نجاست میریزد. این چی نمازخوانی هستی؟ همین است نمازخوانی. باید که نماز خدا میگه استعیذ بالله ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میگه شما را از بی شرمی بی حیایی میدارد. بعدی که نداشته تو چقدر نماز نیست. خارنک زنه انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر نازنین بی خروز بود، موجیک بود که 11 زنه خدا خواهد انشاءالله میپایست. تو 1 زنه بیچه پایسته نمیتونی. 1 زنه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی بینین چنان خدمت کرد بیکم و کوس. خداوند حق سبحانه و تعالی امام حسن امام حسین که در جهان مشهور است اذیت شهیدش، همین فرزندکا نبیرهایی که است الحمدلله محمد صلی الله علیه و سلم است. وقتی که محمد علیه السلام 1 سال بعدش فرزند به دنیا اومد، بینین این نام حسن حسین دروغ است عزیزان من. اگر کسی که دوگونی که فرزند بچه تولد می شود، دوگونی که دختر تولد می شود، این امام حسن حسین گفتگی نیست. فاطمه زهرا گفتگی دروغ است. مانیتش عبدالله مون یا چه عبدالرحمن مون یا چه خدا خواهد انشاءالله فاطمه مون یا چه خدا خواهد بی بی زینب مون یا چه آسیا مون یا چه بی بی مریم مون که گفت که تدا هر یک تولدش دگی امام حسن حسین یا گیم که فاطمه زهرا باشه. نه، من دلیل که پیغمبر 4 دختر دارد، دلیل که فاطمه نومشمون کنی زهراش، رسول الله رقیه ام گلثوم الحمدلله. بینین فاطمه 3 دختر دارد، کنید زهراش کجاش نکید در جای افتیدن. وقتی که میگه همون نبیرش امام حسن تولد شد، حضرت علی که میگه جنگ دوست میداشت که نسبت کافرها دایم برای اسلام خدمت میکرد، نامش حرب موند. هر کلمه عربی بوده معنا جنگ. پیغمبر که وا خود گفت علی گفت نبیره من نامش چی مونده؟ گفت جنگش موندم. نه گفت حسن. این حسن معناش زیبا گفته گپ است. عربا حسن اون کلمه استفاده میبرن. 1 سال دیگر بعد میگه با کودک به دنیا آمد، گفتم بچم این نام اینجا با حربش موندم. گفت نه، گفت حسین. یعنی زیبا زیبا گفته که معنی دارد. فاطمه خودش از کلمه فاطمه گرفته شده است. پیغمبر گفت برای چی من ای دخترم فاطمه تا فاطمه موندم؟ چون که معنای فاطمه از آتش دوزخ دور شدن است. آتش دوزخ بر تو حرام گفتگی نیت کردی. پیغمبر نازنین دخترش فاطمه مون. این هیچ فاطمه زهرا نیست. بینین 1 روز میگه فاطمه علی بینین جنجال کردن. نه اون جنجاله که نسبی ما و شما، رنگ ما و شما جنجاله که زندنک و کنکنن، نه. فقط حضرت علی میگه خفه شد. خوب گوش بدار. وقتی که میگه حضرت علی خفه شد و از خانه برمده رفت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اومد میگه هر روز 1 بار دخترش خبر میگیرید. چون شما دخترات بسال ما خبر نمیگیره. هر روز پیغمبر 1 بار اومده فاطمه را در خانه زیارت میکرد. وقتی که اومد گفت که این علیون، علی در کجاست؟ گفت فاطمه. گفت علی گفت 1 سخن کردم، گفت خفه شد از خانه برمده برفت. میگه رسول الله از دروازه کلش براد. او مثل ما و شما خیلی دیوارا و خیلی خونه های زیبا نداشتن. گفت که 1 صحابه را دعوت کرد، گفت که رو علی یافته بیا. گفت علی در کجا باشد؟ میگن علی رفته، میگن از مسجد یافت. وقتی که رسول الله گفتن علی گفت در مسجد است. میگد رفت، میگد پیغمبر در بالای خاک علی خواب است. مثل مسجدهای ما گلیم سمرقند نداشت.
دوره های پیغمبر علیه السلام مسجدش از خاک عبارت بود، نه بالا شپر داشت، باران میبارید تمامی مسجد آب زیر میکرد، همه هم با عبادت میکردن. برفت میگد پشتکا و پیشونیش ای خاک مالید. رسول الله بسیار علی را دوست میداشت. پیغمبر گفتن من احب علیم فقط احبنی، کسی که گفت علی دوست میداره وای من دوست داشته، و من ابغض العلیم ابغضنی. پیغمبر گفت کسی که علی دشمن میدارد وای من دشمن داشته، وای من بد دیده. بچه گفت از یاد بخیز چی گپه. حتی که ابو تراب گفته که خاک نامش داد، پدری خاکان گفت، تمامی وجودش خاک در زمین خواب بود. آوردش میگه نزد فاطمه. گفت ای فاطمه، گفت گوش که بچم، دخترم گفت یک سخن میگم، ولو میتی قبل رضای علی ولا تصلی جنازتکی. فاطمه گفت اگر همین علی خفا میکردی و میمردی من جنازت نمیخوندم. تصور کن پیغمبر دخترش جنازش این کار کرد. اگر گفت علی خفا میکردی و میمردی. یاد دار گفت رضا الله فی رضای زوج و غضب الله فی غضب زوج. فاطمه گفت غضب خدا در غضب شوهره و راضگی خدا در راضگی شوهره. دختر جان ایاد نبرا گفت اگر همین شد راضی باشه جنت میدرای، الا جنت نمیدرای. زنهایی که صدای من نمیشنوی خوب گوش بدار، کدام زنه که شوهرش کپک نمیگیره، کدام زنه که شوهرش دایم گپچه رد میکنه، حرمت نمیکنه، عزت نمیکنه، گرچه نماز خوان باشم جا دوزخه. اگر قدری مردک در پیش زن هیچی نمی بود فاطمه را نمیگفت محمد. دخترم گفت گوش دار، اگر کدام زنه که گفت مثل گفت بی مریم گفت رای الله در خدمت کنه. حتی بی مریم بعض اشاره پیغمبری دارد. بی مریم انشاءالله زن است که خدا خواهد من در یک محفل دیگر درباره این صحبت میکنم. انشاءالله خدا خواهد یک محفل دیگر جا خدا خواهد انشاءالله عیناً 4 زنی بهترین در حقش مثل همین خدا خواهد صحبت میکنم. اگر گفت مثل همین گفت زن بی مریم طاعت و عبادت داشته باشه و اگر شوهرش ناراضی باشه وای گفت دوزخیه. کدام زنی که گفت شوهرش حرمت کنه، شوهرش عزت کنه، با شوهرش مهربانانه گفت صحبت کنه و بچه هاش گفت که به دنیا میارد نوازش کند، وای گفت خدا در جنت قصرش بنا میکند. میخوای قصری؟ انشاءالله خدا خواهد جنت هم. میخوای انشاءالله خدا خواهد که با همراه فاطمه یک جای خدا خواهد در قصر پادشاهنشین ها باشی زنها. ببینین کدام گفت زنی که گفت با شوهرش گفت هزیل بازی میکند، با شوهرش گفت محبت بازی میکند. عزیز من خدا حق سبحانه و تعالی کدام زنی که با شوهرش ساعتها محبت بازی کند خدا خرسند میشده، خدا شاد میشده. عزیزانی من بینید همیشه شما زنها از یاد نبرو. من یک زنی جنتی برای شما میگم. فاطمه رضی الله تعالی عنها به پیغمبر نازنین صحبت کردن، میگد گفتن که از زنها کی جنت میدراید. میدانی گفت در همین مدینه یک زنی است که گفت و اولی شده از تو پیشتر جنت میدراید. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها آهسته آهسته پرسیده، همون خانه زن یافتن دروازش تق تق کردن. میگن از درون یک آوازی مثل کمپیر آواز من. گفت تو کی هستی؟ گفت من فاطمه دختری پیغمبر محمد علیه السلام شم. اجازت است؟ گفت من دارم شما را یک زیارت کنم. گفت نه اجازت نیست، من از شوهرم نپرسیدم. فردا گفت بیا، گفت از شوهرم اجازت میگیرم بعد را داخلی خونه میکنم. فردا میگه فاطمه رضی الله تعالی عنها میگه رفته سادات که امام حسن یک جایه شد. امام حسن گفت که من مادر جان با شما میرم، ولی مادر بسیار مهربانه. یگان اگر مرکه میرته شد بچه هاش خوش شد دلش نمیشد که یک لحظه. ما بیرحمیم، ما پدرها، ما مردکا نه فرزند مکتی صحبت کردن نمیخوایم، نه خدا خود دخترها مکتی و یا بیچاره مهربان هستن. های بادا گفت دل سوخ میگد
امام حسن را گرفته برفت دروازه همون زن تق تق کرد میگد با میگد آواز داد با کی هستی؟ گفت که بچم امام حسن کتی اومدم یک کودک خردساله ولی به بلاغت رسیدگی نیست. گفت که میبخشی؟ گفت فاطمه من برای یک خودت اجازت گرفتادم برای امام حسن اجازت گرفتگی نیستم پگه بیا بین خدا ترسیه. نگفت که تو دختری پیغمبر هستی. میگه فردا با میگه خیز میرفتگی شد امام حسین هم کش شد 3 کس شدن. وقتی که با رفتن دروازه را تخته کردن گفت با کی آمدی؟ گفت امروز حسن هم آوردم حسین هم آوردم. گفت میبخشی فاطمه جان من گفت حسن دا گفت با تو اجازت گرفتادم حسین دا نه فردا با بیا گفت بین خدا ترسیه. 3 روز میگد بعد آمد دروازه را کشاد میگد حضرت فاطمه دور مد که یک دختری نازنین شتگی است. گفت میبخشی؟ گفت من وقتی که به شما آواز دادم از بیرون آواز کمپین واری بود لیکن امروز آواز من شما را جوان است. گفت من گفت وقتی که یگان کس آواز میتید در دهن منی سنگچه می اندازم تا ای که آوازی من شنیدگی آدم گناهگار نشوم. خواب گفت چی خدمت بکنی؟ گفت که من 3 خدمت دارم. گفت نسبت شوهرم یگان مراتبه شوهر من غمگین نمیکنم. عزیزانی من علم زنهای ما و شما بالکل اناکوندا بالکل اناکوندا دمش میگیره. یه روز کار برات نکنه مردی. هر گپای میزند هر ویای میزند که من چی دیدم چی خدمت کردی من چی مردک چی کار کردی. نازم بیلا خدا نگه دارد زنی بس خوب. گفت دویم گفت من گفت دایم گفت خدمت شوهر من میکنم چی کاره که فرمد هر لحظه گفت تیار هستم چی سحره چی بگاه چی عبیده چی خواهی که خواهش داره اجراش میکنم. 3 چی گفت؟ 3 گفت خدمت من گفت مبادا گفت یگان کس خوانند ره نمیتیم به اجازت شوهرم. همه گفت فاطمه بگو که تو دختری پیغمبر هستی آیا من به همین 3 خصلتم چی مکافات نگیرم؟ حضرت فاطمه گفتن تو را محمد علیه السلام بشارت به جنت داد انشاءالله تو گفت جنتی هستی. همین 3 کاره که داری خدا خواهد بردوام که خدا خواهد جای جنته. من زرکی در زندگیش پیغمبر محمد علیه السلام بشارت به جنتش داد. عزیزی من این زنت خوب گوش بکنن زنات خدا خواهد انشاءالله. ایو امراتین میگه ماتت و زوجها عن راضین دخل الجنه. حدیث صحیح است. کدام میگه زنی که از دنیا میگذرد اگر شوهرش راضی باشد انشاءالله جای و جنت است. ایو امراتین میگد کدام زنی که میگد و صلت خمسها 5 وقت نماز خونه روزه ماه شریف رمضان داره. عزیزان من و خودش از نامحرما پناه کنه و خدمت شوهرش کنه 8 دروازه جنت برای یک شادگی است. 8 دروازه جنت انشاءالله خدا خواهد بروت پیغمبر علیه السلام بکشاید. عزیزی من بین ما و شما تسبیح میگیم سبحان الله الحمدلله الله اکبر. همین تسبیح فاطمه دنیا دا مشهور شدگی است. تسبیحت الفاطمه. میگد یک روز میگد حضرت فاطمه پیش پدرشو اومد. گفت پدر جان اومد که میگد رسول الله در خانه نیست. عایشه صدیقه است. گفت عایشه از خدمت میگه تمام شدم کودکای میدیک دارم این دستام بی چون که از اسیاب کردن بیچاره دستاش لخ بود که فیدگی بود حضرت فاطمه مادر مونن و دا چی خیلی امکانیت ها بود که میبری آسیاب و آرتکره میاری. این امکانیت هایی که امروز داده شکرگزار باش. این امکانیت ها نبود در دوره ها با دستش میکرد. همه گفت پدر من بگو ایگان کنیزکایی که از مالی از یعنی جهاد بشرط غنیمت بیاید همون یک کمپی رسمی یاش از بتید من دا گفت یاردم کند. یک زمانی بگید قسم شب بود رسول الله صلی الله علیه وسلم از کجای آمدن گفتند پیغمبر. عایشه گفت پدر جان گفت شوهر جان گفت میدانی فاطمه امروز آمد. رسول الله در را خیستن چون که فاطمه را از نوری چشمشو زیاده دوست می داشتن. گفتن چی گفت؟
فاطمه گفت که مگه اگر یگان کنیزک همین زنها باشد برای خدمت کردن من بسیار مانده شدم به من بتید. رسول الله میگه راست خیست تو خانه فاطمه رفت. میگه وقتی که رفت میگه خانه فاطمه حضرت علی که در جاگه خواب بودن دروازه رو تق تق کرد دور مدن میگه در میانشو شیشتن طرفی راست فاطمه طرفی چپ. علی گفت دخترم چی شکایت رفتی خانه؟ من خواستم که پدر جان یگان انشاءالله خدا خواهد یک خدمتگار باشد که برای من خدمت. من گفتن یک کلمه یادت میتیم انشاءالله از 1000 خدمت میکنه گفت بلد میستد. گفتن چی خدمت چی کلمه است؟ گفتن بچه هم گفتن شب و روز در عقیب هر یک نماز 33 بار سبحان الله گو، 33 بار الحمدلله گو، 34 بار الله اکبر گو و در آخر کلمه توحید بخون. از 1000 کنیزک خدمتگار نگفتن این بهتر است. همین تسبیح فاطمه شد عزیزان من در دنیا مشهور شد که این تسبیح هر روز ما شما در 5 وقت نماز میگیم الحمدلله دائم ذکر میکنیم عزیزان من. ببینین وقتونه بسیار نمیگیرم با اینجا حضور دارن حضرت خدا خواهد صحبت میکنم با کمتر. آخرین خدا خواهد من یک قصه وفات کردنش میگم انشاءالله خدا خواهد. فاطمه رضی الله تعالی عنها 25 سال عمر دیدگی هستن خلاص از زانی من. 25 سال در دوام 25 سال بعد وفات کردن. حضرت فاطمه وقتی که وفات شد رسول الله صلی الله علیه و سلم در خوابش دید. پیغمبر اسلام که فاطمه گفت پیمانت پر شد که پیش ما میایی. میگه فاطمه وقتی که خبر شنید پگه خیست میگه خمیر کرد لباس شوفت تمام خانش تازه کرد آبی دیدش میریخت از خرسنده که امروز من با پدرم انشاءالله ملاقات میکنم. بسیار خرسند میشد. میگه وقتی که حضرت علی اومد که دید که تمام خانه رفتگی بعد گفت فاطمه تینجی است؟ گفت علی گفت شوهر جان گفت امروز پیمانه ما پر شده است. من پدرم این شب در خواب دیدم مرا به سوی خودش خواند. لحظه هایی گفته که به حق جان سپاری است. 3 نصیحتت میکنم گفت 3 نصیحت عزیزان من. همین نصیحت ها با جا بیار گفت. خب گفت زنک جان گفت بگو. یکم نصیحتی من گفت انشاءالله خدا خواهد از من راضی شو. انشاءالله خدا خواهد شوهر تا هر زن بعد راضی کشه پرسد چون که اگر راضی نباشد جنت نمیدراید. گفت علی جان گفت همین قدر گفت منم 18 نباش مگر 25 دوام خدا خواهد 7 سال 8 سال زندگی کردم مبادا اگر کلمه های خطا گفتاشم از تو عذر خواهی میکنم مرا ببخش گفت. دویم گفت همین امام حسن حسین گفت التماس گفت بچه یکام است گفت رحمش کن. آزاشون نتیگه گفت این میوه دل من است. بچه دل میوه انشاءالله خدا خواهد فرد مادر است از زانی من. دل میوه پدر است. گفت همین امام حسن کاری کرده با آزار نتی که طاقت نمیکنم. سیم گفت من از شب گفت که گفت که یگان کس نبیند. زندم هم ندید بعدی وفاتم یگان کس نبیند. شد گفت وصیتاتم. حضرت علی هم گفت منم وصیت دارم گفت. گوش که گفت فاطمه یکم وصیت من همین که مبادا با محمد واخری کاری کرده ای من یگان شکایت نکن میترسید. با نگو که علی من انی خیل گفت انو خیل گفت کاری که گفت علی نگفت از زندگی مو شکایت نکن. گفت نگو گفت محمد خاطرش گفت خوب گفت. دویم گفت هر شب گفت من در خوابم بینمت. هر شب آرزو دارم که در خوابم جمالی تو ببینم چه که در زندگی انشاءالله خدا خواهد زندگی خوب کردم ما بین 7 سال و 8 سال. گفت خوب شده است. میگه فاطمه مرد شب خودش غسلش داد به امام حسن حسین قبرستان جنت البقیه برده میگه گورش کرد عزیزان من و یک چند دیگر گورچه ساخت چون که وعده همین بود که یگان کس نبیند حتی گفت داده که یگان کس گوری من نشناسد نداند که گوری من کدام گوری فاطمه است. ببینید چند تا با گورچه ها کرد میگه وقتی که پگه میگه خیست همون دور میگه ابوبکر میگه پریزیدنت بود. ابوبکر بعدی وفات پیغمبر بود خلیفه بود. وقتی که خبر به وی رسید عمر زنده بود آمد میگه نزد علی را تأخیر کردم برای چی در جنازش ما را نگفتی.
گفت ابابکر وصیت فاطمه همین بود، من علاج نداشتم، وعده کردم. گفت فرمان داد، گفت که یک مردی کارا را بیارن، قبر اکشاین، فاطمه را برارن تا اینکه من جنازش بخونم. وقتی که این حالت مگه دید، حضرت علی طاقت نکرد، خانه دور ما شمشیر گرفت، گفت که کسی میکشد به جنگ من تیار هستم. همه دیگر میگه تسکین شد. 3 شب گذشت در خواب ندید، 3 شب 3 روز یک گناه حضرت فاطمه در قبر جواب نداده است. 3 روز. 3م روز میگه در خوابش دید، نپرسید که علی توی سرای، گفت علی سوزن همسایه را گرفتادم، از یادم برمده است، در تاق خونه است، 3 روز است عذابم میته خدا. برای چی حق کسی گرفتی؟ اگه تو گوش خوب گوش بداری. نه میگه علی از جاش خوابش پریده خیز، میگه همون سوزن گرفت تو خونه همسایه دوید. همسایه برمد گفت که علی چی گپ است؟ گفت که همین فاطمه، گفت همین برای لباس دوختن سوزن تا گرفتاده است، عیادش برمده است، 3 روز است خدا عذابش کرده است برای یک سوزن. میگه او زن گرفت داد، گفت که حال زن پاکترین دنیا همین باشد، حالی ما حالی چی میشود؟ عزیزی من امروز حقیقت خودداشت بده. امروز آسانه، امروز پال داری، مال داری، چیز داری، دزدیده آمدیم ای روسیه، فن کردم مال خیطه از زده اومدیمی. عزیزی من چشمات کشا، 2 حق است، حق الله، حق العبد. حق الله میگه چی است؟ نماز و روزه طاعت عبادت. حق بنده که بین بنده میشد خدا نمیبخشد، حواره نشو. کسی کیدت کرده اومدیمی در همین دنیا راضیش کن. امروز چندین آدم ها پلاش زده و مگی بچه ها هستن، ای خدا نمید روسیت ماشین ساجده گشته به نامست، مالی کس کتی با قناتی کس پرواز نکن، قناتی خودت کتی پرواز کن. از خدا بترس. ایاکم و دین. پیغمبر هرگز قرض نگی، از قرض بترسید. کسی قرضدار هستی در قبرم نجات نمیابی، قبرم کشنگت میزنن. یا که نداشتشی برای عذر تپوس گو اکا جان میبخشی. من یک فاطمه یک سوزن چقدر عذاب کشی. از من صحبت کنیم، صحبت بسیار است. انشاءالله اینجا با حضرت حضور دارن شاگرد، خدا خواهد کمتر رشته صحبت بین ها میتیم و کمتر خدا خواهد به داملا خدا خواهد صحبت دارن. انشاءالله میتیم در پاوزه بزی تبریک میکرگی و کمتر انشاءالله با خدا خواهد شاگرد صحبت میکنن.